امروز اومدیم تو این ویدیو ببینیم کی سریع‌تره. من از همتون سریع‌ترم. دویدم اومدم. میدونی کی سریع‌تره؟ حواسم مانی. نه. آفرین. تجربه دارید. اولین کار چیه؟ همینو بعد بدویم. همینو بدویم؟ نه. نه الان ندویم. اولین نفری که به تیر برق برسه. داداش او تیر برقه خیلی دورسه. باشه. بریم آیتم اول 200 خورده متر. آقا این محل دویدنمونه. آقای سمستر رو مشاهده میکنیم. ما قراره با آقای سمستر بدویم و هر کی زودتر به تخم مرغ برسه تخم مرغ آبپز میکنه دیگهش. باشه. بریم وسایلا رو جیباتون رو خالی کنید. داداش مهم نیست بابا. باش تو بخیر بگی ایرپاد داشتم، گوشی داشتم فلان. تو داری تو پاره میکنی اول چی؟ اولین نفری که کونش پاره میشه خودشه. من داداش همیشه اول هستم. آقا میکا رو در میاریم که میکا نیفته. دستت گی. دستم گی دیگه. Gotta go fast. 3 2 1. بابا اینا مثل خر میخواد. چقدر محمد دهن سرویس. محمد برنده تیرم. آره؟ نه. ببینم. آقا یه ویدیو چک. تو خودت چیزی داور باید چک کنه. محمد جلوتره. محمد جلوتره. نه. یه قدم جلوتره. بس جلوتر نی، بس اون قدمیه که ما تو خودت پاره کن. این راندو آقا افشارتیک ما قله کردید. من میگم یه بار دیگه تو ماشی بدون. این راندو آقا اصلا باید برگردیم. داداش تو برنده شدی. نه باید برگردیم. تو برنده شدی. همینو بودیم برگردیم. جایزه آقا ویدیو بریم رو محمد. سمستر برد. آقا بریم آیتم بعدی. اومدیم ببینیم با چش بسته کی سریعتر بنده کفششون میبنده. آقا من اصلا در حالت عادی نگاه نمی‌کنم. منم نگاه نمیکنم. نگاه نمیخواد. نه نمیخواد. دستتو بگی چشاتو ناموسم ببند. دوتا شو یا یه دونه شو. نه دیگه دوتا کفش شد دیگه. علی سری بیا برام ساز بزن. 3 چشو بسته 2 1. حساب. علی که اول بود. آقا یه ویدیو چک اول بکنیم. تو کلت. آقا اول علی شد با اختلاف. علی استوری بردی. رفیق. چی شد دویدنت؟ سری نشدی؟ دیگه نتونستی سری چیز کنی. حالا برو بردار. میتونی میری ور میداری. مؤمنه تو درد کشیدی. حسن یزدانی دستو به زیر عینکمو چرا گرفتی؟ اینو که تو پرت میکنی. داری پرت کن. آیتم بعدی. آقا آیتم بعدیمون چیه؟ روبیک. روبیکا داری؟ خیلی سریع آجی. روبیکا داری یا شاد؟ هشتی. نه این نمونه‌مونه. خب کونمونه. هنومنو. محمد کونمونه. حاجی اینو نمونه درست کردیم. کونمونه. بابا کون. آقا ما 3 تا روبیکمون سالمه. خب یه دونه نمونه درست میکنیم. کونمونه. چون ما نمیتونیم اینو واقعا درستش کنیم. کونمونه. یکم نیاز به آموزش داره اینکه بتونید واقعا کامل درستش کنید. یه سمت شما الگو قرار میدیم و باید عین همون بچینیم. اینو آره اوکی. بریم. نه 3 2 1. خدایی دیگه تموم. تونست. هشما. حاجی من فقط اینه. بذار اینو من چیز کنم. ای نکه. واقعا تونست. محمد تونست. من فقط یه دونه‌شو نتونستم درست. آخه فهمیدی یه نفر می‌خواست بره تونست نتونست. چون علی تو سودوکو که ریدی. تو روبیکا اسمشه. روبیک اسمشه. مکعب روبیک. اینجا میسوزه. خوب من برم تو هم میای. من تو روبیکا خیلی خوبم. روبیکا منظورش مثلا اشکان. شات کن. این چیه؟ ببین میخوام جدول سودوکو بهتون بدم. جدول سودوکوش فقط زده برای مناسب مقطع 4 و 5. سطح خیلی دشوار چرا خیلی خوب. مقطع 4 و 5. یعنی یه پسر یا دختر 4 5 6 اینو راحت حل می‌کنه. من قطعا چون ریاضی‌ام 2 1 3 تا با این 4 دوم. من ایزایرنوش نه دقیقاً با گوشیت فیلم بگی من اینو حل میکنم. برو.
خب اینجا چیز داره، ما اینجا یک آخه با مداد باید بدی داداش، مداد میتونی پاک کنی. ببین این 3 توی لاین 3 نمیتونه باشه. خب پس یا اینجا 3 یا اینجا یا اینجا. ای توی ای باید 1 تا 9 باشه. میخوای یه دونه‌شو حل کنی؟ آره یه دونه‌شو حل کنه. یه دونه‌شو حل کنی که بیا داداش بیا. از الان 3 2 1 3 6 1 2 3 4 کو 4 جاست 5 7. علی اینجا 5 خوش نوشته علی. من قطعا چون ریاضیه 9 میاریم اینجا 7 میاریم اینجا. 7 اینجا بودش. برای همین میگم مداد بیار. عقب افتیده. تو که ریدی حاجی ولش کن. بگی منو. برام یه دونه دیگه حل کنم. بریم حالا مثلا من اینو حل کنم. 1 2 اینجا هست. 2 اینجا هست نمیشه، اینجا هست نمیشه. اینجا شاید 2 بتونه باشه. ها ریز می‌نویسی که مثلا چیز شاره. میخوای چیز کنی؟ سودوکو رو میخوای اصلا نذاریم. احمق. من عقده‌ایم کثافت. خاک تو سر دو گلزرفنی. مثلا یه دونه باید پیدا کنی که توش عدد بیشتر از 3 تا باشه. داریم؟ نه تو همش 3 تاست. حالا تو پابلیک دست تو کونه ما نکنی نمیشه؟ زشته. تو کردی زشت نیست؟ جلو دوربین نگو. ها تو جلو دوربین کردی این کارو. خب تو مثلا حواست نیست مثلا نگاه میکنم تو مثلا یهو نگاه به من. بابا نکن دست تو شورت. نه تو اینطوری کن مثلا. خود دست تو شورت هم نکن. تو شورت نمیکنم. کردی الان. شلوار. علی خب دست کردی. شلوارت میکنم. کردی داداش. بیا. خب نکن، یکی از عقب ببینه اسم میکنه گی. مگه نیستیم؟ خب نباید بدونن که هستیم. آقا تو این پارت میخوایم چیکار کنیم؟ با پاهات. چیکار کنیم؟ با پاهات. برو پیش بابات. اصلا اونایی که عاشق پاهن خودشون میدونن. بده یه عکس از پاهات. پاپت بهتره از بابات. ها اینا رو گوش میدی. من عقده‌ایم کثافت. چشام باریدن تو رو خواب برید دیدن. بیرون جفتتون. من عقده‌ایم کثافت. میخوایم با پا اسم خودمون رو بنویسیم و هر کی زودتر نوشت برنده است. 3 2 1. وای خیلی سخته حاجی. بگی آره داداش. آره داش علیرضا خیلی درسته. چش از تو درسته را داداش خدایی. آقا خدایی بیاد قضاوت کنه. مانی برنده است. نه داداش مانی چیه؟ این نقطه مانی شه. اشتباه دیگه. حاجی بر تو که اصلا تو علیرضا. زد چرا این 3 تا نقطه؟ عینش نگاه. عینت چرا اونطوری؟ اینم داداش فقط اینجا متصل نیست که دیگه اینجا متصل شد. من خوشخطی نوشتم. نستعلیقه اینطوری شد. برای من خیلی خوشگل تره. نستعلیقه. باشه مانی برنده شد. من برندم. آقا اینا رو اگه دوستان میخواید اینا رو تو کامنت ها رای بدید. خب بعد اینا رو اگه میخواد ما میفروشیم. واقعا نفری حتی اگه 1% به سرت زد بیای تو کامنت ها بگی من اینو میخرم، واقعا زوال عقل داری. ببخشید خیلی حرفت زشت بود محمد. اونی که اصلا داره ما رو نمیاد. میبینه باید این به تخمش هم نباشه، این براش مهم نباشه. چرا؟ چیه سگ کی باشی نوشته به پات مهم باشه. من ریدم تو این بابا. ارزش معنوی بچه من اینو میفروشم. نه بچه من نمیفروشم. پرو نکنید این یوتیوبرای 2000 بابا هیچ گوی نیستن. بچه علی دست و پاش فرقی نداره. اگه با دستم بنویسه همینطوری بازی نه بچه یه دونه من اینو پشتش می‌نویسم ولی با دست. ببینید اینو میفروشم. دیدی چی فرقی نکرد. بچه اینم میفروشیم. اینم قیمت پیشنهادی چون مانیه و مانی خوشگل‌تره و مانی چنلش اینجاست. قیمت پیشنهادی 5000 تومان. میشه منم بفروشم. آقا این مانیه ها. مانی یعنی ما وجود نداریم. We don't. آفرین اینو بگی. مسابقه بعدی اینه که علی فکر کنم عاشق این مسابقه است چون علی یخ زیاد میخوره. من بچه از جایی که کم خونی دارم میگن اونایی که کم خونی دارن یخ دوست دارن. نمیدونم چرا؟ نمیدونم. خب من اصلا یخ بخوری خونه تامین میشه. دقیقاً that's the point. منم کم خونی دارم ولی اصلا یخ دوست دارم. کی گفته کم خونی داری؟ دکتر گفت آهن بدنت کمه. آهن بدنت کم نیست. آهن بدن من بذار شروعشو بخوریم. 3 تا یخو باید به جوی خورد کنی بده پایین. کنی دهنت خالی باشه. نه نمیتونی 3 تا رو کنی. 3 تا جمع کن بریم دیگه. برو آقا 3 تا رو میخوای با هم بخوری؟ 3 2 1.
رنده باش ببینم باش کن 10 دقیقه وایسادی تا من خاط کردی نه تو دهنت نصفه باز معلوم بود بابا اینم تو بردی باشه علی نمیتونم بخور آقا پارت بعدی تا کردن لباسه از اونجایی که محمد افشار تا میکنمت هر کی زودتر 3 تا تیشرت رو تا کنه تاکو بیار بخور فقط میخوام الان یه روش بهتون یاد بدم تاکو بخوری. اینجا نگاه کن آجی تاکون میدونی به کاشونی چی میشه غذای ژاپنی تاکو مکزیکی تاکو آقا یه تیشرته اینجا نگاه کن من تو کسری هستن نگاه کن خب نگاه کن 1 2 این حرکت داداش این تا نیست خیلی تای بدی بود سریع نگاه کن این تای نگاه کن آره این تای این حرکت هم میشه زد ببین من دیدم تو این استا دیدم یارو میاد اینجاشو میگیره اینطوری میکنه اینطوری میندازه دیدی الان این تا نیست این تا نی بریم وایسا 3 تا من تیشرت تو آماده کن اینا تیشرت تو امانی چرا ما اینا رو ندیدیم هیچ وقت بپوشی بریم دست نزنیم بهشون من میگم بذاریم اونجا 3 2 دست نذار دیگه دست صاف دستم صافه 3 2 1 تموم من تمامم داداش من زودتر تمام محمد تموم شد من دیدم نه تموم شد آقا میگم من دیدم من محمد تازه یه تا اضافی زدم تازه وایسا بعد ببینیم تای درست حسابی هست یا نه من تای بزرگ این زدم چه تاییه تاش خیلی زیاده داد خیلی ولی گنده مرتبه است. داداش نه داداش تاش زیادیه خیلی گنده است تای علی خب میتونیم تا رو انتخاب کنیم تا من تو واقعا تو اینطوری تام الان من بوله کردم اومده بیرونه داداش تو یه تا آستینش بیرونه یه تا آستین الان بوله کردم ریخ بیرون خب الان بوله نکو دیگه بعد بولم کنی اینطوری میشه آقا تو نگفتی خوب تا کن گفتی کی زودتر تا میکنه آفرین. محمد برد قفه شو من زودتر تمام داداش من تام خیلی مرتب و ریزه ولی ببینم. خب دوم شد نه تو هم تات خوب نیست یه تای مشخص در نظر بگیریم همه اونجوری تا کنیم ناکن یه دقیقه منو ناکن این تا آستین بیاد اینجا آفرین اینم حتی بیاد اینجا آفرین این تا بیاد پایین چون برای محمد خیلی گنده است انگار تو کشو جان محمد که داره توش میکنه از اول تو ویدیو آستینو اینقدر دادی تو من فقط آستینو دادم تو فرقش همین بود 3 2 1 پایان تموم مانی برد آقا تموم شد علی باش علیو خوردن حق علیو آره. علی بیچاره جایزه نمیده به ما چه همه رو ما بردیم خودش اصلا اولیه برنده میشه دومی برنده میشه خونه منه خودم برنده میشم فقط خونه منه نکو داداش برو اجارت رو بده بابا خب علی یه جمله اینجا بنویس کپی کن اینجا از اینجا ببینیم هممون همونو بنویسیم همونایی که دیروز مسخرت میکنن پس فردا ازت کپی میکنن همونایی که فردا مسخرت همونایی که امروز مسخرت میکنن فردا ازت آقا همونا که امروز مسخرت میکنن فردا ازت کپی میکنن این متن ماه خب آقا بریم نوبت علی استوریه نه من اول نمیخوام باشم اول برو دیگه محمد برو همونو برو اسکش میبری حالا کون نده بشین بابا این چقدر برای این رقابت مهمه 3 2 1 همونا که آره داداش میخوای فردا تو بقیش بنویس امروز همونا که امروز حضرت مسیح مسخرت میکنم خب فردا میگن خیلی میگن چیز خوبیه فردا ازت ارتعاش زندگی کلا میگن باید خیلی خوب باشه خب ازت تسکین بده ازت علی خرومزاد علی خرومزاده ازت اسکی میرن کپی میکنن با آخرم اشتباه نوشتی چه اسکی میرن من حواسم نه خب تو دوم باشی یا علی نباید دوم باشه علی آخر همیشه خان بریم 3 2 1 هموتا اسم یکی از آدم آثار باستان بودن همونا که امرور میگن امرار معاش باید بکنی خب کلا امرار معاش تو زندگی کلا تو ایران خیلی سخته چون دلار گرونه همه چیزا دیگه کلا مس سر میگن بکشی تو وضو که میخوای بکشی مسجد مادر این کوبه مسخرت میکنن
فردا ازت از اونجا نگاه میکنه. فرزاد رفیق سمستر رو میگه. فرداد خیلی کلا چیزه. فردا ازت پک میسازن، پک چیزو میگه، پک استیکر ازت کپی میکنن. خوبه. محمد 40 من 44. حاجی محمد حس کرد داش من وسطش علی حرومزاده هم نوشتم. نه نوشته علی خرومزد. علی خرومزد. مهم اینه فهمیدی. نه دیگه داداش. آقا منم میخوام بدم لطفا. میشه منم بفروشم؟ 3 2 1. همونو که امروز از سر بزن. داداش اینطوری که خودت هم ریدی. خب اینطوری که اون نده، حالا ادامه بده. اینطوری که داداش نمیشه. برو 3 2 1. از سر بزن. من این کارا رو نکردم دیگه خداییش. اون نده. خب من این کارا رو نکردم. خب داش مهمه براش. داداش 3 باشه دخترا میگن وای علی چه خوب تایپ می‌کنه. علی بیا رو متاج کن. اون 3 2 1. همونامه. چقدر اهنه تو سرویس. مگر اینکه این کارا رو بکنید بتونید صورت منو بگیرید. 3 2 1. آره داداش. آره داداش. عکس شدیم. صفر نکن وقت خودش داره میره. همونا که امروز مسخرت میکنن فردا ازت کپی میکنن. تازه من چیز دیگه باز کردم، اینو باز کردم، اونو باز کردم، فلان کردم. این همه ادعا کرد. داداش چی شد؟ مهم اینه تهش میره. نه. داداش ادیت چقدر میدی ادیت بزنم؟ این همه ادعا کرد 18. خب نصفت زدم. این من گفتم تو 5 6 ثانیه می‌نویسه. داداش خب 10 بار نوشتم. هی زده زیر دست من. شما دفعه اول نوشتید. هیچ وقت ریست نکردیم. پشت میز قوی. بیا بریم آخه بریم گوزو. فوتبال. اینم بچه‌ها محمد افشار برنده شد. سمستر می‌خواست آخه. بده. سمستر می‌خواست بده. برو بده. حاجی سم خدایی میتونی 17 بزنی. کرم نریز بزن ببینیم میتونه بزنه یا نه. 3 2 1 برو. همونا که امروز مسخرت میکنن فردا ازت حروم زاده. دیدی داری ریدی تو. خیلی تو شریز دیگه. محمد دیدی؟ فوش گیرو علی تو دیاک بهت فوش داد. حاجی من تا اینجاشو خیلی خوب رفت. دیدی داشت میباخت چیکار کرد؟ آها وقت اصلا ریست کردی دیدم اونجا. 11 ثانیه داشت تموم می‌کرد. 15 بود ثانیه 4 بود یهو. قبل از اینکه 15 ثانیه مگه انه؟ قبل از اینکه من اینو بزنم آقا دوباره بریم. ببین تو 11 علی از اتاق بیرون می‌کنیم. برو داداش تا. نه بیا مسکر بیا. به خدا دست میدم. بریم. برو. 3 2 1. امراوزی که از اعصاب کف اعصاب پیامبر بوده. خب بعد کلا میگن چیز کردن. خب بعد چی شد؟ اینو بزنه. حاجی تو 6 ثانیه نصف بیشتر شد. حاجی تو 9 ثانیه نوشت تا. حاجی خاموش کردی. چی شد؟ برقا رفت. علی تو دیگه سلامت بفرست. سلامت بفرست. اللهم بگید برنده این قسمت بچه‌ها کسی اینجاست. من برنده شدم. مثلا تمثیل نبود تو مسابقه. اینجا تو مسابقه نمی‌بودم. منم استقلالی هم خیلی مهمه. برو بیرون از این استیلی. همیشه سعی کنید نفر اول باشید. برای اینکه به کونه علی فشار فرنود. بیاد. بچه‌ها برنده این قسمت آقای من شدم دوستان. همه می‌دونن چرا فشارت واقعا برد؟ نه نبردش. تموم نشد تو جمله. ادیتور بودی علی. جمله تموم نشد. ادیتور تو بودی. هم ساکر بود بازی می‌کردی. شده مغزم. تو واقعا اون آهنگی که میگه علیرضا چه پسر بانمکی رو بردی زیر سوال. حداقل چه تو خمار نیستم. علیرضا چه کشی چه کشه بی نمک نشناسی. حاجی 6 ثانیه من رالی هم شده مغزم. چالش برقا رفت دیگه. الان اینجا چرا روشن علی؟ علی همون لامپ تو نه چونت. برق شد داداش. تو برای هیچ مسابقه‌ای نمی‌کنی. برو بیرون. جدید. یک